قریه که روزگار خاطرات جنگ و اشغال بر آن سایه افکنده بود، اما حالا باشندگان قریه منطقه ولسوالی چهاردره ولایت کندوز در یک فضای آرام شاهدی بر پایه مسابقات جالب و دیدنی کورش هستند. باشندگان آمدند تا آقا بار ترس و ناامیدی را از دلهای خود بزدایند و از فرصتهای پیش آمده لذت ببرند. مسئولان برگزاری مسابقات را که به حمایت مالی پهلوان محمد موسی امیری یک تن از ورزشکاران این محل راه اندازی شده است، گامی مثبت دانسته در راستای رشد هرچی بیشتری ورزش تاکید میکنند. د منګتیپې په کلي کې تاسې ولیده چې پهلواني په لاره اچول شوه د عربانو قوم د خوا. البته چې ډېر خلک سپین ږیري ځوانانو د پهلوانۍ کې اشتراک وکړ. د ډېرو ولسوالیو د قندوز نه پهلوانان د مرکز نه راغلي، د 100 جوړو نه به زیات هلکان په خپل منځ کې غېږې کړي. نو دغه غېږې هدف زموږ دا دی چې کور او کلو کې موږ ورګرځېږو، ولسوالیو کې موږ وګرځېږو، ښه ځوانان پیدا کړو چې ملي لوبو ته زحمت پې وکاږو، چې د قندوز ملي لوبو کې اشتراک وکړي او بیا د مرکز نه هم دوی ښه دستاوردونه ولري. یک دانه کلب دیگه ما برادر در استاد انرژی برادر در اختبارش ما دادیم که برادر نمیجا بیا برادر یک گیره بس هر چی که با کارش هست ما برادر در خدمت هستیم. علاقمندان این رشته ورزشی که از ساحات دور و نزدیک جهت بازدید از مسابقات کورش آمدند، برگزاری این گونه مسابقات را در راستای وحدت و همدلی میان اقوام و تشویق ورزشکاران با اهمیت عنوان میکنند. از لحاظ امنیت فضل خدا زیاد خوشحال هستیم از امارات اسلامی، از مسئولینی که منطقه ما داریم زیاد ابراز تشکری و خرسندی میکنیم. هیچ کدام مشکلی برای ما نه شب نه روز نیست. فضل خدا ما زیاد خرسند هستیم، هم از لحاظ امنیت هم از لحاظ همچین مجالسی که ما پروگرامایی که داریم که تمام اقوام که جمع شده. این نشانی هزی است که ما با هم برادر هستیم، با هم دوست هستیم. آمدن امارات اسلامی دیگه 100% امنیت است، ما 100% خوش هستیم. او که تمام قومای چهاردره جمع شده، از امام صاحب، از علی آباد، از خاناباد، از گورتپه، از همه جا فضل خداوند جمع ده. آرامی است. از سوی دیگر پهلوانانی که به هدف رقابت به این مسابقات ورزشی آمدند از تلاش‌های مسئولان ورزشی و حمایت کنندگان این برنامه ابراز خوشی نموده برگزاری این گونه مسابقات را در راستای تشویق جوانان به ورزش و شناسایی چهره‌های برتر ورزشی مهم می‌دانند. ورزشکاران قندوز نه بلکه تمام افغانستان خاص از مسئولین است که بودجه به ورزشکاران تامین نماید تا ورزش رشد کنه و ورزشکاران افغانستان یا ولایت دستاورد خوبی از کشورهای همجوار به دست بیارد. این مسابقات در حال در روستای منطقه ولسوالی چهاردره ولایت کندوز برگزار شده است که این روزها باشندگان آن شاهد برگزاری جالبترین مسابقات ورزشی به ویژه ورزشی کورش هستند.